نوشتن اسه در موضوع پیشوای ملت، حامی ملت یا پیروان پیشوای ملت میتواند یکی از امتحانها برای داوطلبان مکتب‌های عالی کشور شود. نوشتن اسه یا انشا امسال برای همه داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی تاجیکستان حتمی شد. وزارت معارف و علم تاجیکستان نامگوی موضوعهای اسه را تصدیق کرد. در فهرست تصدیق شده نامگوی موضوعها در برابر موضوعها از ادبیات اینچنین 60 موضوع آزاد نیز پیشنهاد می شود که اکثریت آنها مربوط به وطن دوستی هستند. در اول این فهرست مرتبان موضوعهای پیشوای ملت، حامی ملت، پیروان پیشوای ملت را پیشنهاد کردند. در برابر این در این فهرست موضوعهای را با مثل من آریاییم و با آن فخر میکنم، لباسهای ملی، ترنمگری فرهنگ ملت، تنظیم رسم آیین‌ها، آسایش زندگی پیشنهاد می شود. دانشمندان در تاجیکستان که با رادیو آزادی در این بابت هم صحبت شدند از این اقدام وزارت معارف جانبداری میکنند. آنها میگویند که تربیه و تندرستی جوانان و وادار کردن آنها با فکر و اندیشه در این زمینه در تربیه شهروندان سالم و تندرست مهم است. بله، برخی میگویند که موقع سیاسی داوطلب نمیتواند معیاری به دانشگاه قبول شدن او باشد، چون قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان وابسته به موقع سیاسیشان حقوق برابر را کفالت داده است. کمال‌الدین عبداللهیف، نامزد علم‌های تاریخ که تجربه تدریس در دانشگاه‌های آمریکا از جمله دانشگاه معروف ییل را دارد، میگوید اگر اسه نوشته داوطلبان تنها از شعارهای بی ربطی از نقطه نظر سیاسی درست هم عبارت باشد، پس این گونه اسه و مؤلف آن هیچ ارزشی ندارند، چون که در نهایت امر جامعه فرض کردیم به طبیبان نیاز دارد که طبابت کرده میتوانند، نه آنهایی که راهبرشان را دوست می‌دارند، گفت عبداللهیف. در تاجیکستان موافق قانون معارف بردن همگونه تبلیغات سیاسی در مکتب‌های همگانی و دانشگاه‌ها ممنوع است، اما یک نظر به نامگوی موضوعهای تصدیق کرده وزارت معارف و علم نشان می‌دهد که بسیاری از موضوعها سیاسی اند و داوطلب را وادار می‌کنند که خواه و ناخواه موقع سیاسی خود را در آن بیان کند. نبی یوسفوف، یک تحلیلگر تاجیک که تجربه 7 ساله آموزگاری را دارد، میگوید انتخاب موضوعهای سیاسی یا ترغیباتی هنگام نوشتن انشا برای شامل شدن به دانشگاه تجربه نوی نیست. او گفت: Я думаю, что это было еще со времен Советского Союза. این تجربه را ما در سالهای شوروی هم داشتیم و داوطلبان درباره لنین، استالین و یا انقلابگران انشا می نوشتند. در انشاها صحنه‌هایی از حیات لنین، مثلا ملاقات او با دهقانان تصویر می شد. تاجیکستان همین عنعنه بازمانده از شوروی را ادامه می دهد و مثل بعضی از کشورهای دیگری پس از شوروی مثل قزاقستان، بلاروس و دیگرها. یوسفوف میگوید تعیین شدن چنین موضوعها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته، هدف گسترش دادن احساس وطن دوستی در میان جوانان را دارد. هرچند تبلیغات و توصیف و تعریف از حد بیش رهبران و ستایش حکومت میتواند در نهایت نتیجه برعکس را به بار آورد. منتقدان همچنان میگویند تعریف و توصیف یک شخص خاص کشورهای دموکراتی نیست و راه را برای تقویت کش شخصیت بازتر میکند. ولی جانبداران حکومت میگویند که ارزش‌های دموکراتی هم باید با نظرداشت ویژگی‌های ملی هر جامعه و کشور تطبیق شوند. عبدالله رحمانزاده، رئیس حزب خلق دموکراتی در ولایت ختلان، میگوید حتی استقلالیت دولتی را همچون مقدسات ملی و تمام رمزهایی که با استقلالیت دولتی، نشان، پرچم، سرود ملی، حتی اسعار ملی، کنستیتوسیا، همه همین چیزا را حتی همچون مقدسات ملی اعتراف میکنند. همه همینا محض از شرافت پیشوای ملت میدونند. رحمانزاده بر این نظر است که به دموکراسی تاجیکستان از زاویه و تجربه بعضی کشورهای اروپایی نمی شود بها داد، چون که با باور او واقعیت ها فرق می کند و میگوید معیارهای مناسبت یا برخورد با موضوع باید از هم تفاوت داشته باشند. ضمناً داوطلبان در تاجیکستان طریق مرکز یگانه تستی اسه و دیگر امتحانها را سپرده با کسب خالی ضروری شامل دانشگاه ها می شوند.